علیکم تماشابینان عزیز. تاکشوی پیچتابی زمان ثبت سیار دارد. امروز ما با کتابخانه ولایتی بچگانه به نام امینجان شکوهی تشریف آوردیم. همه سال از سنه دوم تا 9 اپریل در مقیاس کشور هفته کتاب کودکان و نورسان جریان میگیرد و ما تصمیم گرفتیم در مراسم جنبستی این هفته در کتابخانه ولایتی برگزار می شود شرکت نماییم و با عالم کتاب و آنهایی که کتاب دوست کتابخوان هستند آشنایی پیدا کنیم. اینک برنامه ما رو پیگیری نمایید. هر آن ملت که استادش کتاب است، دلش روشن به مثل آفتاب است. خدا بر ملت ما سرور داد، کتاب و دانش و لفظ دری داد. بار دیگر سلام و درود به پایان به اهل قلم و دلباختگان کتاب و کتابخانه. اینک در این روز خاطرمان در فرجام فستیوال جمهوریوی هفته کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان تحت عنوان فروغ معرفت ما کارمندان کتابخانه با همراهی شمایان تصمیم گرفتیم که بخشیده به 50 سالگی تأسیس یابی کتابخانه ولایتی بچگانه به نام استاد امینجان شکوهی محفل شعر و سخن با برآمدی بهترین نمونه ها از فستیوال تحت عنوان هر کتاب یک عالم، هر کتابخانه یک جهان برگزار کرده باشیم. در روزهای جشن کتابخانه که به عید حقیقی بچگان تبدیل می‌یابد،
ذکر کردن میخواهم که نقش کتاب در حیات جامعه عصرهای عصر این جانب ارجمند است و ما از قدیم الایام صاحب فرهنگی بلند کتابداری و کتابخوانی بوده به کلک و قلم و دیوان و دفتر ارج گذاشتیم. حالا سخن شادباشی متخصص پیشبر ریاست فرهنگ ولایت سوخت قربان و ماهینیسا بهرتان قرائه می‌گردد. مرحمت. مقصد از برگزاری فستیوال جمهوری هفته کتاب و کودکان نورستان تاجیکستان باز هم بیشتر مطالعه نمودن اثرهای ادیبان بزرگ، زیاد نمودن معرفت خودشناسی، دانش اندوزی، افتخار از فرهنگ و ملت خویش می باشد. کتاب را دوستی بهترین، انیس کنج تنهایی، روشنگر دلها، چراغ عقل نام میبریم. دوستان خردسال ما به شمایان مراجعت کرده میگوییم به سوی معرفت استوارانه قدم زنید و کتاب را صدقاً دوست دارید. وجود خود را از مطالعه اثرهای ادیبان بزرگ روشن سازید. بزرگ گفته بود کتاب‌های خوب هیچگاه کهنه نمی‌شوند. آنها عمری جاودانه دیده در همه دور و زمانها تر و تازه باقی میمانند. از نام رهبریت و اهل کارمندان ریاست فرهنگ ولایت همه شمایان را با جنبش فستیوال جمهوری هفته کتاب و کودکان نورستان تاجیکستان صمیمانه مبارکباد می‌نماییم. همیشه دوستدار کتاب باشید. سلامت و سربلند بمانید. عزیزان دل، اخلاصمندان و دوستداران کتاب و کتابخانه، اینک فرجام میپذیرد در این روز اتراگین بهار فستیوال جمهوری هفته کتاب کودکان و نورستان تاجیکستان تحت عنوان فروغ معرفت که طی یک هفته در سراسر کشورمان خاصه در ولایت سوخت جریان داشت. باید قید نمود که در دایره برگزاری فستیوال نمایش‌های کتابی، کنفرانس و صحبت‌ها، محفل‌ها، واخوری و ملاقات‌ها، آزمون‌های مختلف از روی نامیناسی‌های فستیوال، از روی جمله آزمون انشای بهترین در موضوع وطن نور است اندر چشم جانم، بهترین قرائت شعر، داستان، قصیده و غزل در موضوع سخن جوهر خیرات، بهترین قرائت غزلیات در موضوع عالم سخن کمال بگرفت بخشیده به 705 سالگی شاعر غزلسرا کمال خوجندی، آزمون خواننده فعال، بهترین نمونه دسترنج خود در موضوع هنر آینه دل راه اندازی گردیدند. باعث قید است که در دایره فستیوال مخصوصاً کتابخانه های شعبه بچگانه شهر و ناحیه های ولایت از جمله کانیبادام و بوستان، ناحیه های بابا جان غفورف، جبار رسولف و اشت و دیگر کتابخانه های شعبه های بچگانه شهر و ناحیه های ولایت سهم خود را فعالانه گذاشتند. وقتی
کتاب است. خوشتر زی کتاب در جهان یار نیست. در غم کده ای زمان غم خار نیست. هر لحظه از او به گوشه ای تنهایی. صد راحت هست و هرگز آزار نیست. عبدالرحمن جامی. کتاب دوستی خاموش ولی پر حکمت است. هر کی با کتاب همنشین شد هرگز تنها نمیماند. کتاب ما را می آموزاند که نیک باشیم، راستقولی و مهربانی را دوست داریم. قهرمانان کتاب ها به ما سبق می دهد که چگونه به پدر و مادر، آموزگار و دوستانمان احترام گذاریم. بیایید کتاب را دوست داریم، آن را احتیاط کنیم و هر روز کمی باشد که هم کتاب خوانیم، زیرا کتاب کلید دانش و موفقیت است. کتاب دوستی بهترین انسان است. وقتی که کتاب را به دست میگیریم گویا دری جهان نو برایمان گشاده می شود. در صفحه های کتاب دانش و معرفت، تاریخ و تجربه هزار ساله ها نهان است. کتاب ما را به راه راست هدایت می کند و ما را انسانی با فرهنگ می سازد. بله، کتاب چراغ راه زندگی ماست. اگر کتاب نمی بود ما از بسیار چیزها بیخبر می ماندیم. کتاب به ما می آموزاند که نیک باشیم، دانشمند باشیم و وطن محبوب خود را دوست داریم. هر یک صفحه کتاب به انسان نیرو و الهام می بخشد. کتاب ما را به آرزوهای بزرگ می برد و به ما یاد می دهد که برای آینده درخشان تلاش نماییم. از همین سبب ما باید کتاب را دوست داریم، آن را احتیاط کنیم و بیشتر مطالعه نماییم، زیرا ملتی که کتاب می خواند ملتی باسواد و پیشرفته می شود. ای کتاب تو گنجی به بهایی، در آغوش تو خیرتی بزرگان، حکمتی گذشتگان و آرزوهای انسانها پنهان است. تو به ما صبر، دانش و فرهنگ می آموزی. آره، به کتاب زندگی مثل شب تاریک است. کتاب مثل ستاره است که راه ما را روشن می کند و ما را به سوی فردایی بهتر می برد. بیایید دوستان عزیز کتاب را دوست داریم، مطالعه کنیم و با نور دانش آینده درخشان تلاش نماییم. حسی کنج تنهایی کتاب است، فراغی صبح دانایی کتاب است. در زندگی هر انسان راه را انتخاب می کنند. بعضی ها راه را در تاریکی می جویند و دیگران باشند با نور کتاب پیش می روند. مهرانه درس‌هایت را تیار کردی؟ نه مادر جان، من نمیخواهم کتاب خوانم. خسته میشوم، بهترش بازی کنم. دخترم، کتاب تنها صحیفه نیست. کتاب تو را انسان می کند، تو را به آرزوهایت می رساند. راستی کتاب میتواند مرا جگر کند؟ بله، کتاب به تو قوه دانش می دهد، راه نشان می دهد. به کتاب انسان مثل چراغ خاموش است. مادر جان، من تا حال نمیدانستم که کتاب این قدر مهم است. می خواهی من تو را به کتابخانه ولایتی بچگانه به نام امین جان شکوهی برم و در آنجا تو اعضا شوی. کتابخانه قریب 50 سال می شود که بچگان را با کتابهایش دانا نموده است. وای چه خیلی نقص. از امروز من دوستدار کتاب هستم. مادر جان، من هم میخواهم دانا شوم. آفرین دختره که دانایی که من رفتم، من تو را میبرم. بله، کتاب نور است، روشنی از زندگی است. بگذار کتابخانه ما که در جشن 50 سالگی قرار دارد همیشه پر از خوانندگان دانا باشد. حالا رشته سخن به شاعره دیرکتور خانه آثارخانه های به نام میرزا ترسونزاده و محیدین امینزاده معطر غنی و داده می شود. مرحمت. چند سال است که گفتم ممکن اعضای همین کتابخانه و قریب هر سال در فستیوال اشتراک میکنیم. ما چند نفر اهل قلم و باز در چاربینی هایی که به این یا اون
ادیبان بخشیده می شود یا روزهای تاریخی تکلیف میکنند، البته میبیاییم. و من میگم که شما امروز بچه عزیز بچه خوشبخت هستند که من همین قدر با کتاب تشویق کرده درباره کتاب همین قدر گپ زدوسیان. در اویلا هم بسیار بعضا افسوس میخورم که هم بسیار هم بعضا میبخشتم افسوس میخورم که امروز نسبتا از کتاب دور شده‌اند، از کتابخوانی. و تشنگی که سالهای ما 60 و 70 و 80 و 90 و کتابخانه‌ها بودند و رفته دانشگاه‌ها داخل شدن برکت میکردند کم شده. جناب عالی در هر برآمدشان میگن که خوانید 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 کتاب خوانید. و همین تشکیل آزمون جمهوری فروغ صوفی دانایی هم مقصد همین که بچه‌ها خوانند. بچه‌ها خوانند کتاب. پیشتر شعار ما خوانید خوانید باز خوانید بود، حاضر اکنون باز همین گپ ادامه دارد، این دیگر نمیشود. از همین بچگی ها ما شعرهای من گوچهره سلیمان و خب شعرهای مرسید میرشکر استاد بسیار بزرگانه شعرشان میخوندیم، شعرهای بچگانه هم میخوندیم، حاضر هم میخوانیم اعتبار داده. و یک تا برای همین بچه ها یک دو شعرک میخوانم، یک تاش همین شوق و ذوقی بانکه تا امروز هم از یادم نرفته است. میگویند یک موی سفید نهال شینانی میکرد، جوان دیده او را تبسم کرده گفتا پیر گشته کمانوار نهال به تو چی در کار؟ نخواد که داری امید از میوهش موی سفید. موی سفیدی خردمند دادش جواب ای فرزند وقتی که بچه بودم بی مهنت میوه خوردم، کنون درخت شینانم فکر آینده دارم، میخواهم که اولادم به نیکی آرد یادم. سلامت باشید. تشکر. نفسی لاله و ریحان زیدمی بادی بهاران، خنده دختری بادام و خیال ریز باران. نفسی لاله و ریحان زیدمی بادی بهاران، خنده دختری بادام و خیال ریز باران. چه ترانه ریز دارد بری دامان گلستان، نفسی بهشت آیده زی بهار تاجیکستان، نفسی بهشت آیده زی بهار تاجیکستان. آغوشی وطن چمن چمن گل کرده، نرگیس نرگیس سمن سمن گل کرده. بازار بی ترانه های گل بارانش، آهنگ خوشی وطن وطن گل کرده. وطن چمن چمن گل کرده، نرگیس نرگیس سمن سمن گل کرده. بازار بی ترانه های گل بارانش، آهنگ خوشی وطن وطن گل کرده. نفسی لاله و ریحان زیدمی بادی بهاران، خنده دختری بادام به خیال ریز باران. چه ترانه ریز دارد بری دامان گلستان، نفسی بهشت آیده زی بهار تاجیکستان، نفسی
به کتاب کلبه و قلب ها تیره و راه ها سربسته و سرپیچ. تنها با کتاب تمام معماها، تمام گره ها کشاده می شود و دل ها و دیده ها پر نور و پر سرور می گردد. حالا صحنه‌چه در اجرای خوانندگان مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 10 شهر خوجند بهرتان پیشکش می گردد. مرحمت خوانندگان. سلام خوشی. و علیکم سلام رستم. ها؟ با کجا روانه‌ای؟ با کتابخانه ولایتی بچگانه. آنجا چیکار میکنی؟ کتاب گرفته بودم، خوانده شدم، سپرده دیگرش رو میگیرم. بیا من همون کتاب و کتابخانه رو بیا. پدرم با من تلفن نو توفه کردن. بازی های زور گرفتم. یک جای بازی کرده حضور میکنی؟ نجاره، پدر و مادرم برای من همیشه میگویند که چقدر کتابانی کتاب خون، زیرا که محض کتاب آینده تو را درخشان میسازد. کتاب خواندگی ها چی شدن که تو شوی؟ من تلفن از همه چیز خوب، هر چی خواهی از آن یافته میتونی. تلفن چیزی نغز است ولی ضررش خیلی کلان. بینایی چشم محسوس میکند و اصلا من به عصب تاثیر بد میرساند. رستم، خوب میشد اگر تو همراه من به کتابخانه میرفتی. در آنجا کتاب‌های شوق‌آور خیلی زیادند. باوری دارم که به تو نیز مقبول میشوند. وقتی کتاب میخوانی خودت فایده و زیانی کتاب و تلفن را میفهمی. من خودت را من بهتر از تلفن بازی میکنم. 2 روز پیشتر من در آینه نیلگون و خوری پیشروی معظم ملت امام رحمان را دیدم که با کودکان نصیحت میکردند چقدر توانید کتاب خوانید. برای چی من همین آزمون ها را تأسیس دادم؟ این بهترین راه است که مردم را معرفتناک، سطح سواد ملت تاجیک را بلند میبردارد. شما کتاب خوانید، سخنران میشوید، جهان بینیتان وسیع میگردد. آینده تاجیکستان در دست شماست. بیا یک بار رویم. بیا. خوشتر از کتاب در جهان یاری نیست، در غم کده زمان غم خواری نیست. هر لحظه از بگوشه تنهایی صد راحت هست و هیچ آزاری نیست. ای داستنو پایت دراز است اینقدر، آنها به من خیلی ضرور در لحظه خوف و خطر. ای داستنو از کو به وادی میرم، فردا به وادی میروم، در کوه بارت برفینم. استاد پرستو تو پخته کاری، در لانه سازی هم تو نداری، در شیفت ایوان در سقف خانه، از صبحگاهان خانه ترانه، به چوب و تخته به میخ و تشه، تو لانه سازی از گل همیشه، از ساز لحنت شفق الفیزایت، الهامی تازه در کارت آید. استاد پرستو کارت بسیار اعلا پرستو. اوچه جونچه من دارم یک اوکوچه، کوکولچه هایش زرین، کرتچش از الاچه، دارد به گردنش وی مرجانکی سیاچه، چشمکانش کپ بود خوشروچه و زیباچه، گریه نمی کند هیچ قابل و گپ دراچه، دانستم ای داناچه او کوچه ای تو زاچه. فیروزه خان من رفتم. ها با کجا دیلارم؟ به خانه؟ باز کمتر ایست؟ نه میروم گفتم. بیا کمتر دیگر بازی کنیم دوگانه. نه بازی بزکنیم، باید روم به خانه. باز اینقدر سراسیمه مگر داری یگان کار؟ نباشد چی دوگانه، قرآن جدا هم بسیار بگوه شد. حاضر از کار می آید مادر جانم، آن کس خراق می پزند، من باشم یاری می رسانم. حالا میخواستم رشته سخن را به روزنامه نگاری ورزیده، هجنویگاری شناخته و عضو اتفاق روزنامه نگاران جمهوری تاجیکستان ادیب عبدالحمید جوره افتاده باشم تا اینکه تأثیرات خیش را از یک هفته فرح بخش که همراهی نمودن ما را برآورده باشند. مرحمت استاد. من همین در سال گذشته هم تاکید کرده بودم که در هر یک شهر و ناحیه ها شاعران و نویسنده ها هستند و خیلی خوب میشد که به همین فستیوال
از همون شهر و نایه هایی که در همون جا میگذرد فستیوال همون شاعران و نویسندگان اشتراک کنند و خیلی خوب است که همین ایجادکاران هم از حساب خوانندگان طرف زیاد ایستادن. مثلا ما در ناحیه جبر رسولوف بودیم، چند نفر خوانندگان آمده گفتن که من شعر نوشتم، خیلی خوب میشد که من همین رو خوانم و خیلی خوب است که اگر ما در همین فستیوال انمی خوانندگان رو هم دعوت نماییم، آنها از ایجادات خود نمونه ها قرائت نمایند و صفی ادیبان از حساب انمی جوانان و نورسان طرف زیاد شود و باعث خوشنودی است که تعداد اشتراکچیان آزمون جمهوری فروغ سوپی دانایی در ولایت طرف زیاد می شود. ما خوب آگاهی داریم که پارسال یکی از خوانندگان صنف چهارم از ناحیه مسجد به گرفتن شاه جایزه موفق گردید و باوری کامل داریم که این روز نیست، آنها این سال نیست چنین خوانندگان اشتراکچیان این آزمون باز هم زیاد می شود و باعث خوشنودی است که این سال ما در همین روزها جشن 50 سالگی تأسیسیابی کتابخانه ولایتی به نام امین جان شکوهی را تجلیل می نماییم و از فرصتی مناسب استفاده برده همین اهل کارمندان رو، تمام خوانندگان رو با 50 سالگی تأسیسیابی کتابخانه تبریک و مبارکباد گفته، با آنها سلامتی و برای کار و خوشحالی زندگی تمنا می نمایم. همیشه سلامت باشید. حالا شعر در اجرای خوانندگان گیمنازی رقم 1 شهر بوستان از ایجادیات ادیب بچگانه اگنیا барто بهرتان پیشکش می‌گردد. مرحمت. Две бабушки на лавочке сидели на пригорке, рассказывали бабушке. У нас одни пятерки. Друг друга поздравляли, друг друга жали руки, хотя экзамен сдали не бабушки, а внуки. ای زمین ای دیار گل پرور، ای سما ای کناری مهرآور. نازنین چون بهشتی به همتا، با صفا چون محبتی ما.
جانانی من آنی من جانی من تاجیکستانی من مرزی ایمانی من ملک جانانی من آنی من جانی من تاجیکستانی من پرچمت پرفشان مثل رنگین تمام دولتت بانشان زیبی ملک و مکان خلقی خوش جوهرت زندگی آفرت وارثان زمان تاجکان جهان تاجکان جهان از بهار گلت خوشنوا یافتم هم صفا یافتم هم وفا یافتم بحری سازندگی راهی فرخوندگی راهنما یافتم هم صدا یافتم ای زمین ای دیاری گل پرور ای سما ای کنار مهرآور نازنین نازنین چون بهشتی به همتا با صفا چون محبتی مادر مرزی ایمانی من ملکی جانانی من آنی من جانی من تاجیکستانی من مرزی ایمانی من ملکی جانانی من آنی من جانی من تاجیکستانی من آنی من جانی من تاجیکستانی من اوچا چی نام بمونه به این نینی خوشره چی میگه دخترم؟ نامش رامان محمود. نه اوچا جان محمود نه وای بچه ای خواب آلود نشسته عقیب در صف میخوابد به ملال پاک نگاه میکند معلم دیهد سوال احمد جانم دهم چی؟ نه و بچه گنده او کویش رو گریانده خودش میکند خنده مادر تبسم کرده گفت جانکم کلو آخر چی نامش مانم کنی خود دکت بگه دیلاور نامانم چی؟ گوره گفتا در جواب وای بچه گنده نه وای بچه با دوب حالا برآمدی غالبان نامیناسی آزمون‌های فستیوال از شهر و ناحیه‌های ولایت. مرحمت خوانندگان. غزل از کمال خوجندی. دوست می دارد دلم جور و جفای دوست را، دوستتر از جان و سر درد و بلای دوست را. زحمتی خود با طبیبی مدعی خواهم نمود تا بسازد چاره دردی بی‌دوای دوست را. چون مرادی دوست جان افشاندن است از بحر دوست، زودتر دریاب جانی من رضای دوست را. رایگان از دست دادی خاکی پای دوست را تا بسازد چاره دردی بی‌دوای دوست را. بود یا نبود بودگار بود، پالیز نبود شدگار بود. در یک زمین در یک زمان شاهی حلایق مار بود. ماری کلانی زور بود، با طیوتو خونخور بود. در یک زمین در یک زمان فرمانبرش زنبور بود. یک روز هنگامی بهار زنبور را فرمود مار، در رو بیرو زردی مخاف از بهر من چشنی بیار. رو نیش زن پرنده را درنده را چرنده را، کی از همه شیرین تر است فردا خبر بین ما مرا. زنبور زود پرواز کرد کارش سر از آغاز کرد، بزغاله را گوساله را شیرین گزید و ناز کرد.
قورباغه را نیش زد، توف کرد و خود را پیش زد. بر قهری غش بر قصد او نیشش به یک گاو میش زد. گاو میش بیغم می چرید، از نیشی او یک قد پرید. چون جای نیشی او درید، از گاوی موقی نو خرید. یک دخترک پفک به دست، در روی صفه می نشست. زنبور پفک را گزید، قرصش کنان پفک کفید. زنبور را یک غم گرفت، در بیخ خندق دم گرفت. از نزد یک آدم گذشت، وی چشمی از آدم گرفت. چون نیش زد بر آدمی، کرد آنقدر جانش حضور. وی مزه کرد و باز زد، این دفعه یک نیشی چقور. آدم از در داد زد، داد از پی امداد زد. تا داستک دادش رسید، زود او به فریادش رسید. با داستک او دوست بود، از دشمنی پروا نداشت. این داستک چون قهرمان، در خانه ای اعلان داشت. پیشوای دلاوری توجی، قهرمانی مظفری توجی. پیشوای دلاوری توجی، قهرمانی مظفری توجی. پای دیواری وحدت ملت، راهنما و رهبری توجی. پای دیواری وحدت ملت، راهنما و رهبری توجی.
ملتی آزاد شهر ستون دولتی آباد این دل افروزی مبارک باد بخت و پیروزی مبارک باد روشنی بخشی روحی آینده نوری چشمی منوری توجی روشنی بخشی روحی آینده نوری چشمی منوری توجی زیبی و رنگ و پایه دولت نصرت و شوقت و فری توجی زیبی و رنگ و پایه دولت نصرت و شوقت و فریدتاجی پیشوای ملتی آزاد شهر ستون دولتی آباد این دل افروزی مبارک باد بخت و پیروزی مبارک باد ای سرآغازی تازه تاریخ ای بلندی این منبری توجی ای عزیزی همه جوان و پیر بر دل و جان برابری توجی ای عزیزی همه جوان و پیر بر دل و جان برابری توجی پیشوای ملتی آزاد شهر ستون دولتی آباد پیشوای ملتی آزاد شهر ستون دولتی آباد این دل افروزی مبارک باد بخت و پیروزی مبارک باد این دل افروزی مبارک باد بخت و پیروزی مبارک باد این دل افروزی مبارک باد بخت و پیروزی مبارک باد بینندگان عزیز برنامه پیچتاب زمان را ادامه میدیم و طولی چند لحظه که امروز ما از برآمد تربیت گیرندگان کودکستان خوانندگان مکتب‌های میانه ولایت خب بهره برداشتیم. این واقعا هم یک لذتی بود، غذای معنوی بود و البته اینجا ما رسیدیم به قسمت دیگری برنامه که صحبت با ادیبان با استادان بزرگوار است و بسیار میخواستم که اندیشه استادان رو وابسته به خب کتاب جلب کودکان به کتابخوانی فهمیده باشم و قبل از همه استاد عزیز از شما پرسیدنی هستم که مشکلات اساسی امروزه ادبیات همین کودکان از چی عبارت است به فکر شما؟ اولا همین رو گفتنی هستم که نوشتن در دایر به بچه ها به فعالیتی آنها به خلق و خوی آنها خیلی مشکل است. یعنی ایجاد کردن شعر و یا حکایه و یا دیگر چیزهایی که دایر به بچه ها مثلا ایجاد کرده می شود، البته از همون ایجادکار خیلی طلبات زیاد است. این طلبات چه خیلی؟ پیش از همه همین نویسنده یا شاعر خودش رو در وی با کودکان حس کرده نشه کار، یعنی کودکان رو بیشتر دوست داشته نشه کار، یعنی همچون آموزگار با فعل و اطوار، با گفتار آنها، با حرکت و عملیات آنها، با خصلت‌های گوناگون آنها از نزدیک شناخته نشده کار. اگر همین خصلت‌ها را آموخته تواند ادیب همین را مثلا اثر گذراند، هر یک بچه را مثل فرزند خود داند، یگان در خصوص بچه ها اثر ایجاد کرده میتواند. ثانیاً
برای جلب کردن خواننده ها به کتاب پیش از همه باز حرکتی با رسم هم در اینجا رول می بودد. یعنی هر یک کتاب باید یک شوق‌آور ایجاد گردد که به همین خواننده یعنی تاثیر خود را رساند. مثلا اگر همین شعر یگان وصفی طبیعت باشد یا یگان وصفی مثلا در خصوصی یگان گپ و کار باشد، هم با موافق باید رسم کشد. وقتی که رسم خیلی دلچسب میبراید، خواننده خواه نخواه با آن توجه ظاهر کرده به خواندن همون کتاب شروع میکند. یعنی هر یک کتاب باید همین رسم های خوب و نقض داشته باشد که دقت همون خواننده را به خود جلب نماید. اگر استاد همین رسامی کودکان امروز در سطح ولایت مثلا شما شخصا میشناسید هستن؟ چند نفرن اونها؟ من 3 نفر رو میدونم. چند نفر رسامان کافی است که مثلا اثرهای بچگانه خوشرنگ، زیبا، با صورت روی کار آید و کودکان کتاب دوست شوند؟ نه، کمی میکنن. کمی میکنن. البته که رسام‌ها باید که بسیارتر باشند، صفحه آنها زیاد گردد و در این وقت ما باز کتاب‌های زیاد به دچار میشیم. یعنی کتاب‌های نو به نوی خوشرنگ و زیبا یعنی به فروش میبراید، به دست خواننده میفراید و خواننده ها آن را با یک شوق و ذوق بی اندازه مطالعه مینمایند. صفت و شماره ادبیات کودکان هم برای بیشتر کتابخوان شدن کودکان مساعدت میکند؟ البته بیچون چرا؟ از بس که مردمی ما بسیار فرهنگ دوست هستند و از قدیم الایام برابری طفل نوزاد به دنیا آمدن در سر گهواره وای طفل مادر سرود الله میخواند. مراسم گهواره به اندان به سرود، البته سرود به متن نمی شود و همین قرنهای قرن تا به ما اومده رسیده ایستاده است و من گفتم میخواهم که در رشد و نموی ادبیات کودکانه سهم شاعری خلقی تاجیکستان ادیب نامور لطافت کنجاوی بسیار بزرگ است که آنکه سروری تشکیلات غیر دولتی به نام استقبال رو سالهای سال است که برداشت دارند و عددهای بیشماری ادبیات کودکانه را تا به خارجه و تا به دولت‌های اروپا برده به نمایش گذاشته، صاحب چند شاه جایزه و نومیناسیون دولتی گشتند و گفتم میخواهم که البته رسم موقع اساسی رو برای رشد و نموی تشکل کودک رول اساسی بازی میکند و شوقمند میسازد و میخواهم که کودکان در همین راه البته پایه اساسی از اساس از اویله سرچشمه میگیرد، بعد اویله این بخچه و البته میخواستم که همین بخچه و اویله به همین اهمیت بیشتر داده باشند. چرا امروز ادیب کودکان نفری که مثلا شاعر است، نویسنده است برای کودکان ایجاد میکند کم است؟ شماره آنها کم هستند. چنان که در بالا ذکر کردیم ایجاد اثرهای کودکانه خیلی دشوار است. نه هر ادیب با این مثلا سزاوار شده میتواند بنویسد اثرهای بچگانه. از این رو وقتی که حالی گفته بودیم که پیش از آن که نویسنده اگر ایجاد نماید اولا یک آموزگار باید خودش را حس کند. یعنی آموزگار گفتن در اینجا با آن معنا است که یعنی با خصلت‌های خاص بچگانه شناس باشد. وقتی که همین خصلت‌ها را آموزد، وقتی که همین خصلت‌های گوناگون بچه‌ها را داند و در همین وقت وی برای نوشتن اثر بچگانه یعنی تیار می شود. باز گفتن ممکن است که حقیقتا به وقتهای آخر عموما ادیبان بچه ها کم هستند. در همین اتفاق نویسنده های تاجیکستان هم در خیلی در تشویشند. همین من چنان که با برنامه ها متریال های همون سیز باز خوانده برآمده شناس شدیم
در اونجا از جمله قید کرده شده است که 2 نفر را به خاطر آن که درباره بچه ها می نویسد وای کردن قبول کردگی از اتفاق نویسنده ها و اناکنون 2 سال گذشتن بعد از ها 2-3 سال هیچ چیز ننویسد 2 نفری که از آگه قبول دارد یعنی که در نیمه راه ماندگی برین همون آدمایی که به همین عضویت شامل گشتن. من با این گفتنی هستم که اگر منتظم نویسنده بچه ها شدن خواهد اگر هر روز با بچه ها بخوردنش نکرد در کوچه ها باشدم در کدام بناهای مکتب یا دیگر جاهای جمعیتی وای با طبیعتاً با وای نزدیک بودنش نکرد با بچه ها با اگر یکم رفت و یکم واقع در کوچه ها مثلا پیدا شود با همون همراه شدنش نکرد یعنی بچه ها پرسیدنش نکرد که این چی به این واقع شد چی جای دیگر مثلا یکون گپ میگریزد بچه ها یا هر حالت میبینیم انا همین در همین وقت باید کنجکاوی خصوصیت کنجکاوی در نویسنده باید باشد و آن رو مثلا وای کند همراه شده در همین بابت یکان چیز ایجاد کنند یعنی با نبض کودکان آشنا باشد و آن رو به قلم کشد. تشکر. علاوه دارید استاد مرحمت؟ همین البته شاعران و نویسندگان برای کودکان بسیارند لیکن وقتی که آنها ایجاد میکنن برای چاپش مبلغ نمیگیرند مبلغ که یافتن و چاپ میکنن و برای حق قلم نیست بغیر از این همین کتاب هایی که چاپ میشود نرخ گران دارد بسیار خوب میشد که همین هوسمندی این رول اساسی میبازد یعنی بچه‌ها تشکر. پس اینجا کدام وقت کودکان کتابخوان میشوند معلوم شد شما فکر خود را میکنید؟ در همین اندیشه میباشم که چخیل بچگان نورسان کودکان کتابخوان شوند من علاقه به درجه قید کرده گذاشتم و اینجا هم موضوع سخن رفت باید از اویلش سر شود. جناب عالی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در هر برآمدشان در از پیام تا پیام در صحبت‌های خاص فقط میگویند که خوانیتان خصوصا زنها خوانند. من بعضا در واخوری‌ها میشم میگم که خواندن جناب این معنای آن را ندارد که همه دیپلم گرفته اومده من فلان جای تمام کردم حالا که بعضا میشد که دیپلم کردی دانش کذایی هم ندارند. این به همون معنا که مادران از بالای خودشان کار کنند همون مجله هستمی روزنامه هستمی کتاب‌های بدیهی هستمی من استاد اخبار عموم رادیو تلویزیون چیزهای تربیوی خوانده درک کرده مادر تاجیک اگر با معرفت باشد با سواد باشد سونی فرزندش نقص تربیت میکند گفته اینه تاکید میکنند. من هم طرفدار البته همین عقیده هستم و بیشتر از مادران جوان خواهش میکنم. حاضر مادرای جوان پدرای جوان وقت ندارن بیشتر کاری خیر زندگی مجبور میکند با روزگار دریافتی رزق روزی بند. من علاقه گفتم از بچگی خودم که اون وقت البته این تکنولوژی نبود و از کودکی حتی پدر و مادر خواب روان ما در یک خانه خنک می الهیده می یا یک دوگانم هستند فناریک کده همون روشنایی دهنده فناریک کده دونی جاگاه کتاب میخوانم میگفتن که پدر و مادرم جنگ نکنن گفتم مکتب خون بودیم انا میخوام نورست بودیم بچه بودیم به همین من گمان میکنم که یکم این شوق و ذوق رو باید در عائله بیدار کنند. همون مادری با سوادی که خواهد که فرزندش نقص کلان شود چیزهای تربیوی ما صحبت‌های بسیاری داریم از کلاسیکان خدا ما از معاصرا از استاد مثلا ترسونزاده خانه ما کارگاه من که خانه موزه استاد ترسونزاده محیدین امینزاده می باشد همین خیلی بیت‌های خوش در تربیت جوانان انمون چی سرودی نامدار استاد جربیک مرادف جان پسر نخل جوانی باش زیبی دوستان میوه های شکرین ده از دو امیدم کلام این هم نصیحت به پدر و مادر هم انمون راه درستی تربیت فرزندان که اگر همین خیلی مادران اعتبار داده کتاب خیر در خانه کتاب داشتن در کار من تصور کرده نمیتوانم که خانه به کتاب باشد
در هر خانه بگذار وای کمبغالترین اویله باشد، بگذار وای خیر اویله تینجی، حتی اویله های تینجی دوروی هم هستن که کتاب نمیگیرند. راسته من نوشمو خیال میکنیم که کتاب این بایگری ما گفتم که علاقه که با ارزش یک تلفنی دستی مثلا صدها کتاب خریدم. انا همین کتاب ما از ایام جوانی، از مکتب خانی، از دانشجویی معلمات توصیه میکردن کتاب میگرفتم. کتابخانه شخصی خودمون رو داشتیم که امروز مقدارش به هزارها میرود و امروز به آثارخانه ما اگر بچه ها بیاین من میگم که همین کتابچه داریم درباره خودم، ترجمه حال استاد ترسونزاده خودشون نوشته که درباره خودم بسیار حزن انگیز، بسیار کتابی که شوق کلان ها رو میبرد، لیکن عذاب خود استاد ترسونزاده هست. من میگم که همین اگر بچه ها خوانند فرق حیات دیروز و امروز. من میگم که در اونجا نوشته که استاد ترسونزاده که کفشای دریده و خاک در آمد و لای در آمد و ما دوشنبه گریخته آمدیم بعد از مرگ پدر و مادر. من حاضر میگم که در بین جوانای ما، نورس ها، مکتب خانه ها، من همسایه ما گیمنازی یک و گیمنازی 4 سال میبرم که همین فرزندای هستند که خب من میگم حتی کفش دوختگی نمیپوشتن، شما دوخته تینم نمیپوشتن، لباس ها نقص، پرتفل نقص، دستنده پول، خوراک پولی. پدر و مادرای پدر و باباهای هستند که ماشین کدی آورده میمانند با گرفته میبرند. من میگم که فقط میماند چی؟ خواندن که این از پیشوای ملت سر کرده. امروز تا حکومت های شهر و ناحیه ها، ولایت، شهر و ناحیه ها، مکتب ها، من این کتابخانه ها تشویق ما فقط کتاب خواندن. بنابر همین خیال میکنم که تشویقات بیشتر کنیم برای بچه. از همون حاضر گفتند که اینجا از کودکی الله میگفتند در زیر بالشت گهواره کتاب میماندن، کتاب خواجه حافظ که این مهر و محبت خلق قدیمی ما درباره کتاب نسبت به کتاب. ثانی انا همون افسانه و الله و ثانی افسانه بیشتر. این با افسانه های آدم نقص به خیالم بچه ها فهمانده محیطش گفته چیزای شوق نقل کند. بچه ممکن کوبت که این در کجا هست؟ من همین چیز که واخوردگی این چیز شما از کجا گفتید یا در کجا هست؟ من میگم من افسانه های خلق تاجیک یا یگانسی دیگر. بنابر همین رول کتاب خیلی کلان می باشد. من اینجا گفتاستم هم مضمون و محیط کتاب بلند باشد، هم رسمش رنگی جالب باشد، برای بچه ها شوق آور باشد. ما حاضر به خیالم ممکن با من نمیدونم از حدود ولایت خودمون گفت شهر، لیکن من افسوس میخورم که از چیزهایی که در دوشنبه چاپ میشوند مثلا ممکن کتابخانه گریتن، لیکن مردمی دیگر دسترس کده نمیتوند. دیگر آدمو مثلا من کتاب‌های اگر خونم اگر احیان از دکان‌ها کتاب بچگانه میارم، چون که ما دست نورسم در دوشنبه چاپ میشه تا ما نمیبیاد یا که از آن ما تا اون طرف نمیرود. من گمان میکنم که همین کتاب‌ها رو در مقیاس ولایت و جمهوری و کتاب‌های نو پهن کنیم، بچه‌ها خوانن، مهر پیدا کنن و باز همون چیزی که با ما خلال داره است، این باز همون تکنولوژی که حتی امکان ما باید کار با تکنولوژی را برای بچه ها محدود گردانیم. بیشتر خوانن، نویسن. آرزو میکردم که ادیبان هم زیاد شوند. برای بچه ها نویسن دشوار. همین خیلی نمود که گویا بچگانه کو گفته بعضا همین خیلی میگه، لیکن برای سن و سال، برای چقدر که معلم گفتن خلق خوب، برای خصلتی و دانستن زحمت کشیدن در کار و برای بچه همون چیز فهمیدن باز یک کوشش مخصوص در کار که همون اثر ایجاد شد. اصلا گویم شعرهای خودی من در بچگی از ما خواهر و دادرای بسیار بودیم، بین خواهر و دادرام یک شعرهای عجایب بچگانم است، حاضر خانم میخوندم. سرشوی من نوشتنی من از همونجا بود که اصلا همین ادیبا از شعر اول از خبر و مقاله ها سر میکنن، سکین به شعر میگذارن، ثانی به نثر میگذارن. بنابر همین من میخواستم که دایره ادبیاتی در دسترس میگردیده وسیع باشد، حسنش زیاد باشد، کتاب دقت جلب کننده باشد و کلان ها بیشتر به همین اعتبار دهند. چی مکتب، چی عائله، چی در جاهای جمعیتی باید تشویق و ترغیب زیاد کنیم و چقدر که گفتیم با تلفن اونها کمتر سر و کار داشته باشند که این
بر منفعتی سلامتی هر یک کودک نیز می باشد. خب معلمه شماره خب اعضایان کتابخانه سال از سال می افزاید یا اینکه برعکس امروز رقم ها از چه عادت میدن؟ واقعا هم کتابخانه مکانی است که قدمگاه ادیبان، مکانی است که در آن بهترین ادبیات ترغیب می شود، ادبیاتی که در تعلیم و تربیت نسل نورس و هر انسان سهم بارز خود را دارد. حساب آنی که با ابتکار اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان اینقدر آزمان ها روی کار آمدن، از قبیل فروغ سوپ دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت. تاجیکستان وطنی عزیز من امسال نیز با اقدام پیشوای ملت که به هر یک خاندان بواسطه اثری بیزوال حکیم فردوسی تقدیم کرده شد و این آزمون نیز روی کار آمد، آزمون جمهوری شاهنامه خوانی و بواسطه از روی همین آزمون ها من در امروز که در کتابخانه ما فستیوال جمهوری هفته کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان یعنی جنبست کردید. امروز بسیار من خوشحال از آنم که به واسطه در همین برنامه سیمای مستقیم یکم که پیچتاب زمان برگزار می گردد و محض امروز سیمای مستقیم یکم اقدام گرفتن که همین فرجام فستیوال جمهوری هفته کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان را در همین برنامه پیچتاب زمان به نوار گیرم. بسیار خوشحال گشتم و امروز بینید که در کتابخانه ما از روی همین آزمون های مذکور نمایش های وسیع کتابی برگزار کرده شده است و همه روزه با اقدام همین آزمون ها خوانندگان ما سرشمار گشتن. نظر به سالهای قبلی همه روزه به واسطه آموزگاران دانشگاه دولتی خوجند فاکولته فیلولوژی محض آموزگاران آمده طالب علمان را در همین جا به همین آزمون ها آماده می‌گردانند و همه کار و فعالیت کتابخانه از جمله کتابخانه های دیگری شهر و نواحی ولایت محض با واسطه برگزار نمودن همین آزمون ها و چاره‌بینی ها، محفل ها، کنفرانس ها باز ما بهتر و بیشتر خوانندگان را به این کتاب و کتابخانه جلب می نماییم و در ضمیر دل نازک آنها بیدار نمودن حسی خودشناسی ملی، خودآگاهی و تندرستی و وطنداری و برخوردار گردیدن از فرهنگ نیاگان خویش می باشد. بازم اگر از شماره یادآور شویم، مثلا امروز شماره همین امروز واقعا هم از سال روان شماره خوانندگان به 2240 نفر خوانندگان بیواسطه یعنی اعضا گردیدند و از آنها و تشریف خوانندگانی که بیواسطه در تالار خانش و هم در تالار ابنینتی حضور آوردن زیاده از 8000 را در بر میگیرد و بیواسطه هر یکی ما در همه مکاتب شهر کودکستان شیرخوارگاه ها نقطه های کتابدهی تشکیل کرده هستیم و بیواسطه همین دوستایکانی که امروز در همین جا در جنبست فستیوال اشتراک کردن محض آنها نیز از ادبیات های بچگانه که نقطه های کتابدهی تشکیل کرده هستیم یعنی مربیان آنها نمون ادبیات ها را به آنها یعنی مطالعه میکنند از روی رسم های آنها را یعنی چی تربیه میکنند و فهماندهی میکنند و ما را میسازد که امروز نسل نورس که آیندگان این ملت و میهنند باید هر یک فرد را باید کتابخوان و کتاب دوست گردانده باشه. برگزار نمودنی فستیوال هفته کتاب کودکان و نورسان سال یک مرتبه برای بیدار شدن همین ذوق کتاب دوستی و کتابخوانی کودکان سبب شدنش ممکن؟ من قبل از
راهبریت کتابخانه ولایتی منتدار که با تکلیف آنها سال روان امکانیت پیدا نمودم که هم در مراسم کشاده شوی، هم در مراسم جنبست و هم در چند برنامه فستیوال مذکور شخصا اشتراک نمایم. همین خلاصه شخصی من از همین چاره‌بینی های دایر شده همین است که در ردیف آزمون های فروغ صبح دانایی و شاهنامه خوانی همین فستیوال مذکورم اهمیتش، ماهیتش، فایدهش از همین دو آزمون دیگر برابر هست که کم نیست. من یک مدت در روزنامه درخشندگان در ریاست معارف ولایت فعالیت نمودم. در خاطرم هست که یک مرتبه تشریف جناب عالی مهمانان عالی قدر در نزد همونها یک خواننده، یک دخترک از ناحیه اش شعر خواند. خیر توسط آینه نیلگون این هم دیدن. همین در دوام یک دو هفته دسته از همین ناحیه اش شعر اومد موبا و بعضیش که همین چیز دهنش آمدگی همون چیز نویستگی، حتی پدر و مادرها خداشون از نام فرزنداشون شعر نوشته فرستاندن. من با این چی گفتنی؟ همین نسل خردسال، کودکا، نورسا تقلید کاری و پیروی نقض میبینن. وقتی دیدن که یک دخترک توسط یک شعر قطعی روی جمهوری مشهور شد، حال من همین خیلی چاره‌بینی ها در پس هر یک نفری که اینجا برآمد میکند یا که تشریف آورد ده ها و صدها نفر ایستادن. وقتی که میبیند همسینفش که برای یک شعر خواندگیش یا که برای یک صحنه‌چه اجرا نمودنش همسینفش همپرتش آینه نیلگون به برآمد یا که نامش گزیت به برآمد، کوشش میکند که اینم همون خیلی شود. من در یادم هست که همین سالهای مکتب خونی ما برای شوق ما کتابخوانی شعر از یاد کنیم بیدار کردن. یک استاد ما بودن یعقوب عارف بای، همین آدم آزمون بیت برک تشکیل میکردن بین صنف ها. همین برای خواننده های صنف های پایانی همین اگر یک صنف بالای اگر برند گویا که یک جشن و یک غلبه حساب میشد. همین می خوندگی هم شوق داشتگی نداشتگی هم حرکت میکرد که هیچی نه یک دو سه بیت از یاد کند. انا همین خیلی چاره‌بینی هایی که حاضر شد من این در سطح بسیار بلند گذاشت. یک بار دیگه تشکیل کنندگان و هم اشتراک چون به من شخصا منتدار خودم میرسانم. اکنون یک مسئله هست، تشکیل نمودنی چاره‌بینی هست و انعکاس چاره‌بینی هست. متاسفانه در ما بسیار چاره‌بینی های نادرکاری هستند که مثلا یک صاحب کار یک آدم خانه‌دار میکند یا که یک جا یکون وای میکشاید انشاءات می همین گشتی و برگشته تشویقات میکنیم، ترغیبات، گزیده ها، تلویزیون، لیکن همین خیلی چاره‌بینی هایی که اهمیتشون برای هم میرسد انعکاسش محدود کم. حاضر من نمیدانم مثلا همین رفت چاره‌بینی هایی که همین شهر و ناحیه ها بشد تلویزیون های ولایت به برآمد می یا نمی. من شخصا همین کانی بادم بدیدم و آدم بین تالار به جان نیست و شعرخوانی و صحنه‌چی و چپک زنی و این سخنهای بهترین در وصف کتاب و همین خوانید باز خوانید. من یک بار دیگر با تاکید میکنم فکر شخصی خودم هم البته به فکرم شما هم راضی هستید همین تشکیل همین فستیوال این یک قدمی بزرگ، یک قدمی بسیار مهم در راه جلب خوانندگان به کتاب و کتابخانه. استادانی عزیز تشکر برای صحبت گرم و صمیمی و باوری دارم که محفل امروز و برنامه امروز از صحبت امروزه ما واقعا هم آنهایی که ما رو تماشا میکنند برای خود بهره میگیرند، یک جهان معنی میبردارند و خیلی که میگویند کتاب خزینه علم و معرفت است و البته از ازل خلق تاجیک کتابخوان کتاب دوست بود و میماند و برای اشتراکتان در برنامه ما نیز سپاس میگوییم و تا برنامه‌های دیگر. برگزاری چنین محفل کتاب دوستان برای جلب نسل نورس به مطالعه کتاب، تشکل و تکامل بهترین ملکه‌های خوانیش، باز هم بلند برداشتن سطح فرهنگ اطلاعاتی کودکان و نورسان، جوانان و به این وسیله در ضمیر آنها تربیت نمودن حس افتخار ملی، وطن دوستی، گرامی داشت ارزش‌های ملی و
умуми башарӣ мусоидат хоҳад кард. мо низ бо ҳамин мақсад ба ин китобхона ташриф овардем то ба воситаи барномаи имрӯза дар иттилоотонидани хонандагон саҳм гирифта бошем. боқӣ бузурге гуфтааст: китоб пулест бар олами дониш. китоб хонед ва донишманд шавед. дар ҳамин ҷо барномаи печтоби замон ба интиҳо мерасад. то барномаи дигар дар амони худо бошед. хайр.